درود. من محمدم. به کانال من خوش اومدین. اولین ویدیو یوتیوبم رو میخوام در مورد یک تغییر بسیار کوچیک، خیلی کوچیک، با تأثیرات بسیار فراوان در روح شما، در زندگی شما، در جسم شما به وجود میاره درباره صحبت کنم. لطفاً تا آخر ویدیو با من باشید. اسم این تغییر کوچیکو من ریست کوچولوی صبحگاهی گذاشتم. بله، ریست کوچیک صبحگاهی، همون ریستی که خیلی وقتا ما گوشیمون رو ریست میکنیم چجوری سر حال میشه، چجوری وقتی رسیورمون رو ریست میکنیم، چجوری تلویزیون رو ریست میکنیم، چجوری سر حال میشه. اونم تو این مایه هاست. این ریست کلا 2 دقیقه است، یعنی فقط 2 دقیقه از وقت ما رو میگیره، فقط 2 دقیقه. کلا هم 3 مرحله داره. مرحله اول 1 دقیقه هستش. زمانی که از خواب صبح بیدار میشیم، شما رو به خدا گوشی رو نگیرین لحظه اولی که بیدار میشین. خیلی بده. زمانی که بیدار شدین در 1 دقیقه بلند میشین، قشنگ میری کنار پرده رو باز کنین، این نور آفتاب قشنگ بخوره به چشممون، قشنگ بخوره به صورتمون. این نور آفتاب باعث میشه که هورمون‌هایی در مغز ترشح بشه که به بدن فرمان میده که آقا من بیدار شدم، موقع کاره، موقع فعالیته. بدن هم این هورمون‌ها رو میگیره. این 1 دقیقه اول. 30 ثانیه بعدی به اینجا میرسی که یه حرکتی به بدن خودمون بدیم. یه حرکت، نمیخواد بری باشگاه و دنبل بزنی، بدوی و هزار داستان دیگه، اونا نه. 30 ثانیه، فقط 30 ثانیه حرکت کششی، راه رفتن تو خونه. یه خورده حرکت باعث میشه که بدنت فرمان میده به مغزت که آقا من آمادم. شما دستور فرمودی تازه که بیدار شو، من بیدار شدم. اینم نشونه های منه. فرمان میده به مغزت آقا من بیدارم. به همین راحتی. این از 30 ثانیه دوم. حالا دیگه نوبت 30 ثانیه سوم و مرحله آخره. لباساتو میپوشی، موهاتو شونه میکنی قشنگ. حالا به خودت میگی که امروز میخوام من یه کار بسیار کوچیکو انجام بدم. خیلی کوچیک، نمیخواد 100 تا کار رو کنار هم بذاری بگی که من این کارا رو امروز میخوام انجام بدم. نه، فقط یه دونه کار، یه کار خیلی کوچیکو به مغزت میسپاری که امروز من میخوام اینو انجام بدم کنار کارهایی که دارم. اون کاری که وقتی انجام دادی یه حسی بسیار خوب، یه حس آرامش به دست میده. اون حس آرامشه باعث میشه کل روزت عالی بشه. من خودم تا چند مدتی پیش اولین بار که بیدار میشدم اول کار این گوشی لامصب رو برمی داشتم و اینستا و یوتیوبمو چک میکردم. مدتی که این کار رو نمی کنم، مدتی که این فن رو دارم میزنم، واقعا زندگیم از این رو به اون رو شده. واقعا از این رو به اون رو شده. دوست داشتم این تجربه رو برای شما به اشتراک بذارم، شما هم استفاده کنید. چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه، عالیه، عالیه. واسه همین گفتم به عنوان اولین ویدیو به قول معروف که اینو به اشتراک بذارم. شما چی؟ آیا شما هم زمانی که بیدار میشین، زمانی که از خواب نازنین بیدار میشین، آیا دست به گوشی میبرین و یا کارهای دیگه میکنین؟ لطفاً تو کامنت ها به من بگین که من اگر دیدم کامنت جالبی رو دیدم در ویدیوی بعدی ازش استفاده کنم. اگر این ویدیوی منو دوست داشتی که با کمترین امکانات گرفته شدهش، اون زنگوله رو لطفاً بزن برای تقویت روحیه من و سابسکرایب کنید منو
که من بتونم ویدیوی بعدی رو وقتی گذاشتم شما ازش استفاده کنید. خیلی ممنوندار شما میشم. یادتون باشه، یادمون باشه، همیشه تغییرات بزرگ در زندگی با تغییرات خیلی کوچیک آغاز میشه. روزتون خوش.